سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. دکتر مهری مهراد هستم. این هفته قراره راجع به سوالهای شما عزیزان راجع به تیرگی در لبیاها در ناحیه بیکینی و ناحیه تناسلی چه در خانم‌ها و چه آقایون صحبت بکنم. امیدوارم که صحبت‌های من پاسخگوی خیلی از سوالهای شما باشه و راه درمانی و نقشه درمانی پیش رو براتون مشخص بکنه. ببینید دوستان، وقتی یه بچه به دنیا میاد، چه پسر چه دختر، خب پوست یک رنگی داره و حتی در ناحیه کشاله رون، بیکینی و ناحیه تناسلی هیچ تغییر رنگی نداره. بعد از سن بلوغ به خاطر هورمون هایی که در واقع سکس هورمون ما ذکر میکنیم، هورمون هایی که ترشح میشه برای در واقع تغییر صفات ثانویه جنسی، یک مقدار پوست بعضی از نواحی تیره میشه، مثل اطراف سینه ها، نوک سینه ها، آروئل یا نیپل و همینطور ناحیه تناسلی. خب یه مقدار هورمون ها نقش دارن. در خانم ها حاملگی خیلی نقش داره. همطور که میدونین در حاملگی به خاطر افزایش هورمون های استروژن و پروژسترون یه مقدار پیگمان های رنگی ملانین بیشتر ترشح میشه. اگر دقت کرده باشین خانم های حامله اصلا ممکنه یه سری تغییرات رنگی رو در بدنشون ذکر بکنن و متوجه بشن، بعضیا به شکل شدیدتر. پس تیرگی پوست در حاملگی دوستان یه فصل کاملا جداست که من سعی میکنم یه جلسه حتی لایو راجع به تغییرات هورمونی در حاملگی داشته باشیم، چون نه تنها قسمت لبیاها تیره میشه، یه تغییراتی در سینه ها و رنگ پوست ایجاد میشه، ممکنه حتی در گردن، در نواحی دیگه مثل آرنج ها، زانوها، تیرگی های نواحی دیگه پوست داشته باشیم و کاملا درمانش و منیجش متفاوته و حتما یک روز در واقع سعی میکنم وقتی داشته باشم برای خانم های حامله عزیز صحبت بکنیم که چرا تغییر رنگ ایجاد میشه. پس یک علتش حاملگی. علت دومش دوستان افزایش سنه. به خاطر افزایش سن تغییر پوست و ایجاد در واقع یک ما میگیم کراتینیزیشن که سلول های کراتینوسیت بیشتر میشه. کراتینوسیت ها حاوی ملانوزوم هستن، یعنی یک باندی با ملانین ایجاد میشه و پوست یه مقدار شاخی‌تر، ضخیم‌تر و تیره تر میشه که حتما راجع به این قضیه هم مفصل صحبت میکنیم. پس یه خانومی که افزایش سن داشته، یه خانومی که چند تا حاملگی داشته، حتما تغییر رنگ پوست رو در لبیا، در کشاله رون، اطراف مقعد و لبیاهای ماژور حس میکنه. بعضیا حتی واقعا از تیرگی رنگ خیلی شدید در واقع شکایت دارن، مراجعه میکنن و خودشون و پارتنرشون براشون بسیار عجیبه که چرا تغییر رنگ پوست با افزایش سن یا بعد از حاملگی ها و زایمان داشتن و براشون ظاهر خوشایندی نداره. خب دلیل بعدی که بسیار مهمه دوستان و باعث تغییر رنگ این ناحیه میشه که این در مورد آقایون هم صدق میکنه، چون آقایونی هم ما داریم مریضای آقایی که مراجعه میکنن و شاکی هستن از تغییر رنگ ناحیه تناسلیشون. در مورد این علتی که میخوام صحبت کنم میخوام بیشتر توضیح بدم. خب این علت استکاک هست. استکاک باعث میشه که سلول ها به خاطر حالا شلوار جین، در واقع شلوارهایی که پوشیده میشه و استکاکی که بین کشاله رون و در واقع جنس موادی که لباس ها دارن، لباسیرا دارن، حالا از در واقع مواد سنتتیک بیشتری استفاده شده و مواد ارگانیکی نداره، باعث میشه که یک ساییده شدن توی ناحیه تناسلی ایجاد بشه و این ساییده شدن مداوم باعث میشه که لایه های پوست ضخیم‌تر بشه، همونطور که گفتم بازم سلول های کراتینوسیت بیشتری تولید بشه. این سلول های شاخی یا همون کراتینیزیشن ایجاد میشه در این سلول ها و باعث میشه
این سلول های کراتینوسیت وقتی حالت مچوریشن پیدا میکنه، یعنی وقتی میاد به لایه های بیرونی پوست حالت زبر، خشنتر و تیره تر ایجاد میشه و پوست اون نواحی از اون نرمی و لطافت و حتی الاستیسیتی جاهای دیگه بدن برخوردار نیست. دوستان میدونین چرا این توضیح ها رو میدم؟ برای اینکه درمان تیرگی ها خیلی متفاوته و میخوام که عللش رو کاملا موشکافانه توضیح بدم. حالا این سلول ها که به خاطر استکاک تغییر ماهیت میدن دیگه، اون سلول های لطیف در واقع همیشگی نیست، یک مقدار شاخی تره و حاوی ملانین و ملاتونین بیشتری، تیره تر میشه و هرچه استکاک بیشتر بشه تیرگی هم بیشتر میشه و درمان های خاص خودش رو داره. علت دیگه به جز استکاک و هورمون ها، علت دیگه در واقع انواع برطرف کردن موهاست، مثل شیو کردن، حالا وکس های مختلف یا همون اپیلاسیون، انواع لیزرهایی که گاهی لیزرهای درستی استفاده نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که موی اون ناحیه چون کنده میشه، ریشه مو یه حالت التهابی ایجاد میشه که بهش ما میگیم فولیکولیت و وقتی این اتفاق میفته و مداوم چندین بار اپیلاسیون میشه یا وکس میشه موهای ناحیه تناسلی یا زیر بغل، به خاطر این التهابی که در فولیکول مو ایجاد میشه و فولیکولیت باعث ایجاد ملاتونین مجدد و تغییر رنگ میشه. خب دوستان، اینا علل عمده در واقع تیرگی پوست ناحیه تناسلی و کشاله رون در چه خانم ها چه آقایون هست. ولی علت های دیگری مثل عفونت های قارچی، مثل بعضی از بیماری های پوستی که در هفته پیش ما مفصل توضیح دادیم، مثل ضایعات ویروسی و انگلی که باعث خارش مداوم میشه، اگزماهایی که باعث خارش مداوم میشه و خصوصا عفونت قارچ فقط داخل واژن نیست یا داخل اطراف آلت تناسلی آقایون نیست، ممکنه در کشاله های رون، در زیر اسکروتوم، در خانم ها در ناحیه لبیا ماژور اطراف مقعد باشه و طولانی شده باشه و فرد دقت نکرده باشه و تغییر رنگ و در واقع تغییر ماهیت پوست به شکل پوست شاخی و زبر و خشن بشه. خب دوستان، حالا که علتهای انواع در واقع تیرگی های پوست رو در ناحیه تناسلی خدمتون گفتم، اهمیت داره که یه پزشک معاینه کنه و تشخیص بده که چه نوع تیرگی در چه سنی و به چه علتی ایجاد شده. دوستان، این خیلی اهمیت داره، چون الان برای هر تیرگی خیلی از مراکز متاسفانه بدون نظر تخصصی و فوق تخصصی از انواع روش‌های سفید کردن لیزر یا حالا روش‌های سفیدسازی استفاده میشه که این درست نیست، چون ممکنه نتیجه برعکس بده. معاینه تیرگی ناحیه تناسلی توسط متخصص یا فوق تخصص حتما توصیه میشه که علت دقیق بررسی بشه و اصلا ممکنه یه عفونت قارچی باشه، ممکنه یک اگزما باشه که درمان دارویی میخواد و نیازی به روش‌های درمانی با لیزر و اینا نداره. پس توصیه میکنم اگر از تیرگی ناحیه تناسلی خودتون، کشاله های رون، اطراف مقعد یا نواحی دیگه‌ای مثل زیر بغل و بقیه ناراضی هستین، حتما به پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه بفرمایید که دلیلش رو تشخیص بدیم و بعد بهترین درمان رو توصیه بکنیم. حالا درمان هایی که وجود داره در مرکز ما، هم درمان های غیر لیزر و هم درمان به شکل پیلینگ با مواد خیلی در واقع مؤثر که در همون جلسه انجام میشه، یعنی مواد سفید کننده که کمیکال هست و یه پیلینگ انجام میده که حتما توسط پزشک باید انجام بشه و همینطور لیزر مؤثر مونالیزا برای سفید کردن که بعد از مرحله تشخیص این که آیا این تیرگی چه علتی داره و به چه علتی ایجاد شده و درمانش چیه، ما بهترین درمان رو برای تیرگی پوست شما حتما توصیه میکنیم و در خدمتتون هستیم.